سلام بیننده های ارجمند. همانطور میدونیم از آغاز پیدایش بیماری سیرایتی کرونا ویروس تا به امروز سراسر جهان را فرا گرفت و این بیماری اکثر عالمان و کارشناسان ساحه را نیز نگران کرد و برای پیدا کردن و بر ضد این بیماری مبارزه بردن برخی از کشورهای اقدامی را پیش گرفتند و خواستند واکسین آماده سازند، ولی نه همه برای مبارزه به این موفق شدند و در این زمینه نیز حالا هم کار و تحقیقات زیادی نیز ادامه دارد. برای بررسی این موضوع حالا ما به صحبت دعوت نمودیم آرش علایی، دکتر ساحه طب مقیم امریکا. خوش آمدید استاد. خب در آغاز میخواستم سوالی را مطرح سازیم که امروز میان مردم و بخصوص از جانب متخصصان در این مورد، یعنی نظرهای مختلف است. این هم باشد شخصانی که یکم مرتبه به بیماری سیرایتی کرونا ویروس گرفتار میشوند و بعدا صحت مییابند، خب احتمال هست که اینها دوباره یعنی به بیماری کرونا ویروس گرفتار شوند؟ اگر ها پس چگونه؟ من عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان محترمتان و تشکر میکنم، سپاسگزارم از اینکه از من دعوت کردید در برنامه شما باشم. برگردم به سوال شما. 1 سال میگذرد از همهگیری ویروس کرونا عامل کووید 19. آیا ما دانشمان بیشتر شده است؟ بسیار بیشتر شده است. دانش ما نشان میدهد که کسانی که یک بار بیماری را گرفتند و خوب شده اند می توانند برای بار دوم، می توانند برای بار سوم و حتی برای بار 4 هم بیماری را بگیرند. پس نوابسته به این که فرد بیمار شده است یا نه، می تواند مکرراً این بیماری را بگیره. و حالا نکتهش همینجاست که ما نمیدانیم برای بار دوم ملایمتر بیماری را میگیره یا شدیدتر. به این سبب است که نوابسته به این که فرد گرفتار شده یا نه، همه باید مسائل پیشگیری را رعایت کنند. خب اون کسانی که به بیماری کرونا ویروس گرفتار میشود، بعد گرفتار به بیماری کرونا ویروس، آن آنتیتلی که در وجود آنها است تا چند مدت میتواند در وجود انسان باشد و انسان را آن آنتیتل میتواند که از بیماری کرونا ویروس یعنی دوم باره سوم باره یعنی نگاه دارد؟ بدن انسان دستگاه مسئولیتش مانند یک نیروی نظامی ارتش است. نیروی زمینی دارد، نیروی تانک دارد، نیروی هوایی دارد، نیروهای مختلفی دارد. یکی از این نیروها که از طریق خیمیایی در بدن دفاع می کند این آنتیتله ها هستند. پس نه اینکه در ویروس کرونا عامل کووید 19 هر کسی آنتیتله داشت نشان به دیگر بیماری را نمیگیرد. فرد می تواند آنتیتله یا پاتن یعنی خیمیایی که بدن برای دشمنش ترشح می‌کند را داشته باشد، ولی ویروس از مکانیسم دیگری بتواند بیماری را ایجاد کند. برای ما وقتی که بیماری مسئول میشویم یک سری سلول هایی داریم، حجیره هایی داریم به نام حجیره های خاطره‌ای دستگاه مسئولیت. این حجیره های خاطره‌ای هستند که مهمند، نه آنتیتله ها یا پاتن ها. کسانی که یک بار میگیرن آنتیتله میاد، دستگاه مسئولیت از تمام مکانیسم‌ها ویروس را از بین میبرد، ولی بعد از یک مدتی یادش میرود این ویروس. به این خاطر آنتیتله بالاست ولی بار دوم هم بیمار میشود، بار سوم هم میشود. به این خاطر توصیه من به همزبانان تاجیک عزیز، به همکسبان پزشک من این است که اگر هر کسی آنتیتلش مثبت بود، بالا بود، نگند که بیمار دیگر نمیشویم. آنها هم میتوانند بیمار شوند. کی 2 مرتبه بیمار میشوند؟ این سوالی است که نمیدانیم. افرادی بودند که 3 هفته بعد از اینکه خوب شدند بیمار شدند، افرادی هستند چند ماه هست دیگر بیمار نشدند. پس نمیدانیم کی مسئول است. درست است. خب شما بینید وقتی بیماری سیرایتی کرونا ویروس اوج گرفت، برخی از متخصصین ساحه گفتند که مثلا نشانه های آن یعنی یکم یعنی سلفه خشک است، دیگر اینکه مثلا تب است، ولی تا به امروز برخی نشانه های دیگر نیز مردم مشاهده کردند. از نگاه شما امروز همان نشانه هایی که اول در کرونا ویروس بود پیدایشش حالا هم همین گونه است یا که تغییر یافته است؟ به خاطر اینکه معلومات جمع می شود. ببینید ما یک بیماری داریم که همه‌گیری است، یعنی از یک قشلاق در افریقا تا یک پایتخت در آمریکا تا چین، ژاپن، همه کشورها با نژادهای مختلف، جنسیت‌های مختلف مبتلا شدن به بیماری. نشانه‌هایی که داریم در 2 گروه هست. درست. حدود 25 تا 30% افراد یگان نشانه ندارند. یگان نشانه ندارد. بیماری را گرفته است، ویروس در بدنش است، هیچ نشانه‌ای ندارد.
باقی افراد یعنی 70 تا 75% افراد که نشانه دار می شوند، نشانه ها می تواند متفاوت باشد. یعنی این باشد سرفه بگیرد، خب حرارت بلندی بگیرد، می تواند بدن درد داشته باشد، می تواند حس بو و مزه، به خاطر اینکه ویروس از بینی و دهان وارد می شود، حس بو و مزه را از دست بدهد. نشانه ها مختلفند، ولی آیا این نشانه ها اختصاصی برای کووید 19 هستند؟ نه. ما زکام ها را هم داریم که همین نشانه ها را میدن. ولی برای یک پزشک، برای یک طبیب چه چیزی مهم است؟ این است که از نشانه ها بتواند تشخیص کند و درمان درست را بذارد که آن برای کووید 19 و زکام هیچ فرق نمی کند. کسانی که این نشانه ها را دارند، به شرطی که نفس کشی تیز تیز نباشد، احساس خفگی نداشته باشند و میزان اکسیژن خون، میزان اکسیژن در خون پایانتر از 92 نباشد، اینها می توانند در خانه بمانند بدون هیچ تبابتی. بله. پس ما افرادی که حتی نشانه دارند یا اگر حتی تشخیص کردن با آزمایشگاه یا با وسایل دیگر، 80%شان تا 85% یگان تبابت نمیخواد. میخواد کسانی که میروند در بیمارخانه، آنها کسانی هستند که بیش از 24 بار در یک دقیقه نفس میکشند، احساس خفگی دارند، حرارتشان میرود بالای 39، برای آنها تبابت های دیگه هست. پس ما کیها گمان بر این کووید داریم؟ از اونجایی که بی نشانه داریم، یک نشانه، دو نشانه یا مجموع علامت ها، باید همه گمانبر بشویم که پیشگیری کنیم. بله. و اصلا به خاطر همین بود که این همه گیری در دنیا ایجاد شد، چون همه به فکر این بودن که هر کسی سرفه دارد و تزم دارد بیماری رو دارد، ولی آن 25 تا 30% که بی علامت بودن رفتن پهن کردن. یک دو در 3 روز اول بیماری هیچ کس نشانه ندارد تا ویروس به مقدار لازم برسد برای اینکه نشانه ها را ایجاد کند. این 3 روز فرد نشانه ندارد. به این خاطر ما گمان بر میشیم کسانی که نشانه دارن و کسانی که بی علامت هستن حتما باید پیشگیری کنند، یعنی نقاب بذارن، چون ما همهگیری جهانی داریم. درست است. خب شما در مورد اون گفتیم که مثلا شخصی که یک مرتبه توبت شد، بعدا مثلا میتواند دوم سوم چهارم مرتبه نیز به بیماری کرونا ویروس گرفتار شود، ولی سوال این است که آن شخص بعد صحتیابیش میتواند به دیگران سرایت کند؟ خیلی سوال مهمیه که کسانی که بیمار شدند بدانیم ویروس عامل کووید 19، ویروس کرونا، توسط دستگاه مسئولیت بدن به پرگی از بین می رود. چقدر طول می کشد که این ویروس از بین برود؟ از شروع نشانه ها در کسانی که بیماری را شدید نگرفتند 2 هفته، به شرطی که 3 روز آخر تست نداشته باشند، و در کسانی که حالت شدید را گرفتند 3 هفته. پس شخصانی که قطعاً بیمار شدند، یعنی آزمایشگاه نشان داده یا کت توموگرافی نشان داده یا نشانه ها رو دارن، بعد از 2 تا 3 هفته دیگه ویروس توسط خود بدن از بین رفته. ولی در بیماری کووید 19 چه پیش می آید؟ این ویروس نیست که آدم را گفتیم 1 تا 3 فاز فوت می کنند. 1 تا 3 فاز فوت می کنند. چه چیزی باعث فوت می شود؟ خود ویروس نیست. ویروس باعث می شود که بدن دفاع کند در مقابل ویروس. ولی مشکلی که پیش می آید، فرض کنید 2 تا کشور را گمان برای 2 تا کشور دارن با هم می جنگن. کشوری که هجوم کرده است 10 تا سرباز فرستاده است به کشور دیگر. کشوری که هجوم بشده است 10 تا سرباز، نیروهای سرحد فکر می کنند 100,000 سرباز است. به ستاد فرماندهی میگن 100,000 سرباز در خلق ما، در کشور ما وارد شده است، در صورتی که 10 تا سرباز وارد شده. ستاد فرماندهی به تمام نیروهای هواپیمایی، تانک، موشکیش میگه حمله کنید. آنجایی که حمله بیش از او 10 تا سرباز دشمن است، هم 10 تا سرباز دشمن کشته می شود، هم سرحدات خود آن کشور که همان حجیره های تنفسی است. حجیره های تنفسی که دچار مشکل می شوند، فرد به خاطر کمبود هوارسانی به خون فوت می کند. فرد به خاطر اینکه خون در اکسیژن، هوا در خون کم است، لخته شوی او را می کشند. پس کسانی که بیماری را گرفتن 2 هفته گذشته است و 3 روز آخر تست نکردن، دیگه ویروس نیست. حالا احتمال دارد سرفه بزند، احتمال دارد بیحالی و بیمداری داشته. چقدر طول میکشد؟ میتواند چند هفته، میتواند 3 ماه فرد، ولی دیگر سرایت به کسی ندارد چون ویروس در بدنش نیست. و توصیه اکید من این است کسانی که این 2 هفته تا 3 هفته را گذراندن دیگر نیازی نیست دارو بخورن، دیگر نیازی نیست بروند کته کنن یا آزمایش کنن. این التهابی است، این ساختمانی است که خراب شده است. خود بدن
آهسته آهسته ای را میسازد. طوری که شما میدونید این ویروس ها که در زمان های پیش هم سال 1962 هم بود و بعدا سال 2010 هم علاقه با شروع شد. خب یعنی که هر یک ویروسی که پیدا میشد یک شکل دیگر داشت. خب همین کرونا ویروس که شما علاقه در اینجا ببراز داشتید که همکنون 1 سال میشود از پیدا شدنش. خب در مدت 1 سال کرونا ویروس آیا شکل خودش رو تغییر داده است یا نه؟ ببینید همونطوری که شما فرمودید کرونا ویروس را ما از 1962 میشناسیم، ولی این نمودش که سال گذشته شکلش را عوض کرد باعث فوت شد. آیا ویروس اولیه‌ای که در ماه‌های اول داشتیم، همین کووید 19 کرونا ویروسی که عامل کووید 19 است، با حاضر ویروس شکلش فرق کرده است؟ در مطالعات زیادی متوجه شدند که ببینید وقتی که ما میگیم شکل ویروس عوض می شود 2 قسم دارد ویروس ها. یک قسمش هست که اگر اون شکلش یا گنومش عوض شود ویروس ماهیتش عوض می شود. یعنی مانند مثال میگم یک ماشین است، این ماشین بنز بوده است حالا می شود اوپل. این یک نمود است که کاملا عوض می شود. نمود دوم شکلش عوض می شود این است که ماشین همان بنز میماند ولی مدل بنز فرق می کند. الان ویروس کرونایی که ما داریم عامل کووید 19 شکل اصلیش همان است ولی شکل معده‌اش فرق کرده است. چه شده است؟ سبب پهن‌شویش بیشتر شده است. یعنی شکل ویروسی که ما حاضر داریم بیش از حد تیزتر پهن می شود تا ویروسی که 9 ماه پیش داشتیم. چگونه که ابراز شد در اینجا که مثلا با شدت یعنی کرونا ویروس به هر جا پهان می شود، این هم باشد یکی از عواملاش در زمان فصل زمستان و فصل سرما است. خب در این شب و روزی که فصل سرما است ما علاقه قرار داریم، حالت اوج کرونا ویروس چگونه است و باید مردم چه کار کنند در این شب و روز؟ خیلی نکته مهمیه که همزبانان عزیز در تاجیکستان و سایر کشورهایی که زبان فارسی رو میتونن صحبت کنن و میشنون برنامه شما رو و میبینن برنامه شما توجه داشته باشن. در فصل زمستان و سرد به خاطر اینکه خانه ها، تریزه ها، پنجره ها را میبندند و درها را میبندند و هوای درون خانه را گرم میکنند از طریق یا بخاری یا هواسازهای گرم یا کاندیشنرهایی که هست، باعث میشود محیط مناسب باشد برای بیشتر شدن ویروس. و این بیشتر شدن ویروس در آن خانه، در آن حولی، در آن کوارتیر باعث می شود که شدت بیماری زیادتر می شود و افراد بیشتر می گیرند. توصیه ما چیست؟ توصیه این است که هوای سرد به تنهایی، ما هوای سرد را از زمانی که بشر وجود داشته ایم. هوای سرد باعث بیماری خنک خوردن یا سرماخوردگی نمی شود. عامل سرماخوردگی و خنک خوردگی ویروس ها هستند، ویروس آدنو ویروس و همین ویروس کرونا ویروس. وقتی که شما درها را میبندید، تریزه ها یا پنجره ها را میبندید و خانه را گرم میکنید، باعث میشود محیط مناسبی باشد برای سایر ویروس های سرماخوردگی و زکام ها و کووید 19. باید در زمستان حتما درها را باز بذارید، تریزه ها را باز بذارید، از خنکی هوا نترسید. اگر در مشروطه هستید، در اتوبوس هستید، در تاکسی یا در ماشین خودتان، تریزه ها را حتما بگشایید و دمای خانه را بیشتر از 19 گرادوس نکنید. در قشلاق هستید، اگر از انگشت استفاده می کنید خیلی گرم نکنید. این باعث می شود که هم کووید 19 بیشتر می شود اگر بسته بشود، اگر بسته شود و هم زکام، خود زکام ها هم خطرناکند. پس راهش این است این زمستان را با باز کردن تریز. هوای تازه مهم است. چرا زود خانه رو تازه کنن؟ چرا هوای تازه مهم است؟ به خاطر اینکه وقتی که هوای تازه می آید، اگر ویروس در هوا باشد مقدار ویروس کم می شود. ما برای اینکه بیمار بشویم، چه کووید 19 چه سایر ویروس هایی که زکام ایجاد می کنند، مقدار ویروس مهم است. اگر مقدار کم باشد بیمار نمی شویم، یا اینکه اگر هم بیمار میشویم ملایم بیمار میشویم. پس وقتی که هوای تازه به گردش میآید در خانه، باعث میشود مقدار ویروس کم بشود و ما بیمار نشویم. بیشک در زمان کرونا ویروس یک حالتی که اول‌های که خروج کرد، اکثر کلانسال‌ها رو به قول گویان که به کام خود فرو برد و آن کسانی هم کلانسال‌هایی بودند که بیشتر آنها بیماری‌های مزمن یعنی داخلی داشتند و بیماری‌های گوناگون گرفتار بودند و در بیماری صورتی کرونا ویروس تاب نآوردند و جان خویش را از
از دست دادن. خب بعضی گروه های کلانسالهانی هست که برای گرفتار نشدن به بیماری کرونا ویروس هر گونه داروها را استعمال میکنن با قولی که همون ایمونیتت خود را میخواهم بلند بردارن. خب همین زیاد استعمال نمودن هر گونه داروها تا کدام اندازه میتواند که پیشگیری آنها را از بیماری کرونا ویروس کند و آنها بیمار نشوند. نکته مهم این است که ما بدانیم از نوزاد تا کلان سال ترین فردی که در دنیا وجود دارد میتواند بیمار شود به کووید 19. چه زن باشد چه مرد، هر نژادی، هر خلقی میتواند. لیکن در آمارهایی که گرفته شده است کودکان زیر 2 سال و کلانسالان بالای 60 سال و آنهایی که بیماری های مزمن، کرونیکی مزمن داشتند و آن بیماری ها کنترل نبوده است، یعنی دیابت داشته است، مرض قند داشته است، مرض قند کنترل نبوده است، فشار بلندی یا داولین داشته است و او کنترل نبوده است، آنها هم در معرض بیشتر فوت هستند. ولی این نمیگوید که جوانها فوت نمی کنند، جوانها هم می توانند فوت کنند. پس همه افراد در معرض خطرند. حالا فرمایش شما چه کار کنیم؟ آیا دارویی هست برای از بین بردن ویروس کرونای عامل سبب کووید 19؟ یگان داروی اختصاصی نیست. پس هیچ آنتیبیوتیکی، هیچ ضد ویروسی تا به امروز برای ویروس کووید 19 ثمرناک نبوده. چه کار باید کرد؟ یکم همون جوری که شما گفتید، ما چطور بدنمان را کمک کنیم که اگر ویروس خواست بیاید به پورگی دفاع کند، چون گفتیم بدن به پورگی بعد از 2 تا 3 هفته ویروس را میکشد. میوه های تازه بخوریم. توصیه ما این است که میوه های تازه، خصوصا در تاجیکستان که دسترسی به میوه های تازه هم بامزه هم سرشار از ویتامین وجود دارد، میوه های تازه‌ای که منشأ ویتامین ها هستند، مانند لیمو، مانند خرما، مانند شلغم، لبلبو، این سبزیجات، اینها منبع های بسیار خوبی هستند برای ویتامینی که به بدن برسد و بتواند کمک کند به دستگاه مسئولیت، چون دستگاه مسئولیت میتواند به پورگی از بین ببرد او را. این مانند یک گاز، یک خوراک است برای دستگاه مسئولیت. خب همون طوری که در اینجا علاقه ذکر کردیم، مثلا برای گفتن تا به امروز یگام واکسین، یگام دارویی که مخصوص برای بیماری کرونا ویروس آماده نگردیده است، ولی طوری میدونیم اکثر دولت ها برای پیشگیری از این مبارزه بردن با کرونا ویروس یعنی واکسین آماده کردن. بیشک برخی آنها نیز در این مبارزه موفق هم نشدن، ولی این واکسین هایی که علاقه آماده دارند، شما معلومات دارید، تا با کجا میتواند به درد مردم بخورد؟ بینندگان باید توجه داشته باشند. من وقتی که میگم دارو برای از بین بردن ویروس نداریم، یعنی اینکه فرد ویروس وارد بدن شده است، حالا میخواد دارو ویروس را از بین برد، نداریم. برای پیشگیری 2 کار انجام شود. یک، پیشگیری غیر داروواری، یعنی همان نقاب زدن، فاصله اجتماعی بیش از 2 متر، شستن دستها و هوای تازه. این غیر دارویی. راه دیگرش زدن واکسن یا امگذاری است. برای بسیاری از بیماری‌ها امگذاری کردیم. خبر خوبی که ما بخوایم بدیم به همزبانان فارسی زبان و عزیزان تاجیک اینه که دانشمندان در سراسر دنیا دست به دست هم دادن. پیشرفت‌های بسیار خوبی بوده در 6 هفته گذشته، هم در روسیه، هم در خیتای، هم در آلمان، در انگلستان و آمریکا. چندین مرکز تحقیقاتی نشان دادند که واکسن ها یا امگذاری هایی که انجام دادن از 70% تا 94% ثمرناک بوده. برای ما هر واکسنی، هر امگذاری که بیش از 70% ثمرناک بوده قابل قبوله. حالا پس خبر خوش هست که در آینده نزدیک اینها میآید به دسترس خلق قرار میگیرد. مشکلی که هست این است که از آن مکانی که استحصال می شود واکسن تا به کشورهای دنیا برسد حدود 6 ماه تا 8 ماه طول می کشد. پس ما خبر خیلی خوب را امیدوارم در تابستان بتوانیم جشن شکست بیماری را بگیریم، ولی این زمستان بسیار مهم است که
از پیشگیری اول که همان نقاب گذاری، فاصله، شستن دستها و هوای تازه است استفاده کنیم تا اینکه در تابستان دسترس می شود. واکسن ها با مکانیزم های مختلفی هست، یعنی همه واکسن ها از یک مکانیزم استفاده نمی کند. هر مرکز تحقیقاتی مکانیزم های مختلف، 6 مکانیزم دارد الان واکسن ها و از طریق 6 مکانیزم همه بیشتر 70% ثمرناک بوده است. خب در صورت روی کار آمدن و در صورت استحصالات واکسن مثلا فراوان گردیدن به دیگر کشورها دسترس شد، خب اون شخصانی که یک مرتبه به بیماری کرونا ویروس گرفتار شدن و صحت یافتن ولی حاجت هست مثلا که اونها دوباره یعنی واکسن رو استفاده برن؟ بله، منتها گروه بندی میشوند، چون بحثی که الان هست، ببینید خلق دنیا بیش از 7 میلیارد جمعیت هست و همه کشورها، همه شهرها درگیرند. تا اینکه 7 میلیارد بخواد براش واکسین یا امگذاری انجام شود شاید 2-3 سال طول بکشد. دسته‌بندی میکنند چه شخصانی در مرحله اول باید واکسین بزنند. یک، کسانی که در ساحه طب کار میکنند، با بیمارها سر کار دارند. 2، شخصانی که سن بالای 60 سال دارند، شخصانی که بیماری کرونیکی دارند. بعد میرود به کودکان و نوزادان، بعد به خلق. پس این دسته‌بندی می شود. کسانی که بیمار شدند یک بار آیا باید واکسن بزنند؟ اگر در اون گروه ها هستند بله. پس اول تقسیم بندی میکنند بر اساس کسانی که، ببینید کل موضوع ما این است که 1 تا 3% این بیماری فوت دارند. چه کار کنیم این 1 تا 3% را کم کنیم؟ چون 85% افراد بدون طبابت خوب می شود. بله. 15% دیگه باید برد بیمارخانه. از آن 15% 1 تا 3% فوت میکنند. این 1 تا 3% در کسانی که بالای 60 سال هستند، در کسانی که در ساحه طب هستند به خاطر اینکه با بیمارا تماس گرفتند یا بیماری های مزمن دارند بیشتر بوده است. اول به اونها میزنند که این فوت کم بشود، بعد در دسترس کل عموم خلق قرار بگیرد و همه کشورها دسترسی می شود. یعنی از تاجیکستان تا یک کشور در آفریقا تا دورترین نقطه این دسترسی عادلانه است و همه دسترس می شوند و تاجیکستان هم صحبت‌های اولیه را کرده با اون مرکزی که در سوئیس هست که دسترسی به واکسن ها می کنند و هیچ فرقی ندارد کدام کشور دنیا هستین، یک زمان دسترسی خواهد بود. کسانی که به بیماری کرونا ویروس گرفتار بشن برای اینها توصیه می‌گردد که داروهای مخصوصی که برای تنو کردن خون انسان است باید استعمال کنند. خب مدت اینها چگونه است؟ من خیلی خوشحالم که این سوال مطرح کردید و این را میچسبانم به اون مقدمه‌ای که گفتید. مشکلی که الان ما در دنیا داریم، این در دنیاست، دسترسی به معلوماتی که در وبسایت ها هست، در سایت ها هست، در تلگرام، اینستاگرام اینا هست، متاسفانه بعضی هاش علمی است، بعضی هاش علمی نیست. متاسفانه بعضی هاش علمی نیست. باید بینندگان عزیز توجه داشته باشند که از چه منبع این معلومات را میگیرند. منبع های معتبر در هر کشور وزارت های تندرستی، وزارت های بهداشت هستند و بعد تلویزیون ها یا خبرگزاری های معتبر هستند. نه هر کسی که هر چیزی دید در یک مقاله اون را پست کند و بذارد در دسترس عموم. بله، بینندگان عزیز، در تحقیقاتی که انجام شد دیدن که یکی از سبب‌های فوت میتواند لخته‌شوی خون باشد، ولی این نه برای همه است. برای آن 10-15% است که حالت خیلی شدید میگیرند و در بیمارخانه میخوابند، برای آنها پیشگیری میکنند با داروهای ضد لخته‌شوی. ولی نیست که اینکه هر کسی کووید گرفت باید داروی ضد لخته‌شوی. این باور اشتباه است، غلط است، درست نیست. 85%، دو مرتبه تاکید میکنم، 85% افراد یگان طبابت اختصاصی نمیخوان. آنهایی که در بیمارخانه هستند اول آزمایش‌های خون را ما میبینیم که ببینیم آیا این آزمایش خون نشان میدهد که ما بترسیم از لخته‌شوی یا نه. اگر لخته‌شوی را نشان نداد با یک آزمایش ساده است نمیدهیم دارو به او. اگر اون آزمایش نشان داد به او پیشگیری میکنیم. پس استفاده داروها اگر درست انجام نشود خودش سبب فوت و عارضه میشود و اینجاست که باید بینندگان عزیز توجه داشته باشند. شما خودتان سر خود دارو نگیرید، حتما به دکترهاتان باوری داشته باشید، بگذارید آنها توصیه به شما بدن. بینندگان ارجمند یادآور میشیم که در صحبت ما هستند دکتر ساحه طب مقیم امریکا آرش علایی. خب استاد، میخوام در اینجا در مورد دیگر سم صحبت داشته باشیم که امروز شما ببینید برخی از زنهایی هستند که حامله هستند ولی به بیماری سیرویتی کرونا ویروس گرفتار میشود. برخی ها به این نظرن که مثلا طفل آن بعد تبابت گرفتن مثلا بعد نقصان گرفتار میشود، یعنی یک فرزند ناسالم به دنیا میآورد. خب این گفته ها تا کجا اساس علمی دارد؟ اگر
در اصل اساس علمی داشته باشد، پس همین سرایت یابی یعنی ضرر رسانیدن به طفلی که در بطن مادر است از چند ماهگی یا که از چند هفتگی شروع می شود. ببینید من معلوماتم بر اساس آخرین معلوماتی است که شب گذشته، یعنی شب قبل از یکم دیکبر نگاه کردم، برای برنامه شما تیاری دیدم آمده باشه. یگان مشکلی که مادر حامله‌ای که کووید گرفته باشد برای جنین یا نوزادی که در شکمش هست، در بطنش هست، ایجاد نمی کند. یعنی ویروس نمی گذرد و عارضه هم به او نمی دهد و مادر حامله نسبت به سایر زنها و مردها گرفتار شویش به کووید 19 هیچ فرقی نمی کند. پس یک، خانم هایی که حامله هستند، مادرانی که حامله هستند مانند سایر افراد می توانند با همان فائز بگیرند و ویروس از مادری که بیمار است و حامله هست به کودکش، به نوزادش نمیگذرد در زمان حاملگی. بعد از حاملگی مشکلی که هست باید دوستان توجه داشته باشند. وقتی که نوزاد متولد شد باید در آن خانگی یا در اتاقی که هست هوای آنجا تازه باشد که از هوا نوزاد بیماری را نگیرد. بله. و دوم اینکه سینه مکانی می شود کرد. اگر مادری حامله هست و بیماری کووید 19 دارد سینه مکانی می تواند بکند، چون از سینه مکانی نمی گذرد. لیکن وقتی که می خواهد به نوزادش سینه مکانی بدهد حتما باید نقاب دولایه بزند، صورتش را در زاویه دیگر قرار بدهد و به نوزادش سینه‌اش را تازه کند و نوزاد را شیر بدهد و نوزاد را از آن اتاق، از آن خانه جدا کنند، نذارند در یک هوایی باشد که ویروس هست. پس برای نوزاد فقط هوا هست که باعث می شود که ویروس کووید 19 بگیرد، نه در زمان حاملگی و نه در سینه مکانی بیماری نمی گذرد. خب استاد، منظورم این بود که مثلا بعضی شما بینید زنهایی که حامله میشوند در آنها کم دارو برای استعمالشان توصیه میدن بیمارا. خب داروهایی که بر ضد گاه بیماری کرونا ویروس تهاجم میکنند، آن بیمارهایی که داروهایی که استعمال مینماید برای اون جنین، برای اون طفلی که در بطن مادر است، اونها ضرر نمیرسانند. این همان نکته مهمی است که ما 85% مردم نیاز به دارو نداره. پس ما اگر یک زن حامله هست، یک مادر حامله هست و آن علامتاش خیلی شدید نیست، نیاز به مصرف آنتی بیوتیک ندارد، نیاز به داروی خاصی ندارد، همونجور مراقبت حاملگیش را داشته باشد. اگر جزو کسانی بود که در 15% است که در بیمارخانه میخوابند، آن داروها را باید دکترها دقت کنند که داروهایی بدهند که برای آن نوزاد مشکل دار نباشد. درست است. خب میخوام در اینجا دایر به یک مسئله دیگر حرف بزنیم که از زمان پیدایش همین بیماری سیرویاتی کرونا ویروس سر و صداها زیاد در سامانه‌های اجتماعی هم علاقه و میخوریم که گفتن ساخت همین بیماری کرونا ویروس دست بشر است، یعنی که انسانیت این را کشف کرده است در این یا آن دولت. گفتن یعنی یک برخوردها نسبت بعضی دولت ها نیست شد. خب نظر شما چی است؟ این ساخت بشر از کرونا ویروس یا که از طبیعت؟ من میخوام در این قسمت برای اینکه بینندگان عزیز یک حال و هوای تازه‌ای داشته باشند با یک شعر بگم از هوشنگ ابتهاج، چون بیماری همهگیری جهانی است. میگد که همراه شو عزیز کین درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی شود. این برای ما کسانی که در ساحه طب هستیم، برای خلق باید بدانند بحث‌ها و گفتگوهای سیاسی یا غیر علمی ما را دچار تشویش نکند. یگان سند علمی تا یکم دیکبر 2020 که نشان بدهد که ویروس عامل کووید 19 دست بشر در ساختش بوده است نداریم، در هیچ جای دنیا نیست. این ویروس را از 1962 می شناختیم. این آخرین بار که شکلش عوض شد از کورشپره یا خفاش غلطیده است به مورچه خاری که پولک داشته است و مار و از آنها به انسان آمده است. کاملا ویروس شناخته شده است، کاملا گنومش در دنیا شناخته شده است و هیچ کس نتوانست ادعای علمی کند که این ساخته یا خطای بوده است یا آمریکا. هیچ کدام از اینها سند علمی نیست و اینها باورها و گمانی‌زنی‌های سیاسی یا اجتماعی است. در آخر میخواستم نظر شما رو اگر در همین زمینه ما سوال‌هایی که پیشنهاد نکرده میخوام اندیشه خود رو ابراز دارید. ببینید نکته‌ای که مهم است این است که من به عنوان یک طبیب، به عنوان یک کسی که در ساحه سلامتی عمومی کار میکنم، چه توصیه‌هایی بدهم در زمان همهگیری
کووید 19 که هم از لحاظ اقتصاد و سودای مردم حرکت کند و هم سلامتی مردم حفظ شود. ما نمیتوانیم فقط یک سو نگاه کنیم، با هم نگاه کنیم. بعد از گذشت یک سال ما دستاوردهای علمی زیادی داریم. یکش این است که کسانی که میخواهند بروند رستوران، کسانی که میخوان دور هم جمع بشوند، چه کار باید بکنند؟ یکم، باید با فاصله زیاد بشینند، مانند من و شما با فاصله نشستیم. دوم، سعی کنند اگر در مکانی هستند میخوان خوراک بخورند یا واخوری کنند، حتما نقابشان را داشته باشند، زمان خوراکخوری نقاب را بردارند. سوم، اگر در فصل زمستان هستند، حتما درها و پنجره ها، تریزه ها را باز کنند، بذارند هوای تازه بیاید. با همین کارا می شود جلوی بیماری را گرفت. این یک. دو، نسبت به نقاب ها من میخواستم اینجا صحبت کنم. بعضی وقتا می بینم که مثلا به عنوان نمونه من نقابی که اینجا دارم، ببینید نقاب ها سه نمودند. نقاب هایی که باید برای بیمارخانه ها یا مراکز بیماری های سرایوی یا احیاء کووید 19 میخوابند باید استفاده شود. آنها نقاب های مخصوص خیلی اختصاصی پیشرفته است. آنها فقط برای بیمارخانه ها توصیه می شود، برای عموم خلق استفاده نمی شود. دوم، نقاب هایی است که نامش نقاب های جراحی است که در کلینیک هایی که غیر سرایوی استفاده می شود و خلق هم استفاده می کنند. این نقاب ها بعضی وقتا من میشنوم که میگن که 4 روز استفاده می شود، 5 روز استفاده می شود، یا اینکه استفاده می شود در جیب یا سمکه گذاشته می شود. این نباید باشد. این نقاب ها یک کرته هستند، یک بار باید استفاده بشوند و بیش از 8 ساعت نباید استفاده بشوند. حالا سوالی که همیشه از من میپرسن، میگن ما که مبلغ نداریم که روزی 3 تا از این بخریم. بله. خب ما باید توصیه درست بدهیم به مردم. چه کار باید بکنند عزیزان؟ عزیزان این کار را باید بکنند. برای عموم 5 تا نقاب خانگی. خانگی یعنی چه؟ یعنی شما یک کشوری هستید که استحصال پختتان بهترین است. از همین پخته هایی که پارچه درست می شود، پارچه 2 لایه درست کنید. در میانش هم 1 لایه پخته بگذارید. خوشروش کنید با چکنهای دستی. 5 تا درست کنید. 5 تا که درست می کنید، روز اول نقاب اول را که استفاده کردید، مثال فرض کنید این نقاب دستدوز است، بر می دارید و از پشت جمع می کنید و این را در یک پاکت می بندید. روز دوم نقاب دوم، سوم نقاب دوم، 5 تا روز 5 تا نقاب سوم. روز ششم بروید نقاب یکم را که در خانه با پخته درست کردید، پخته میانش را عوض کنید و همون را استفاده کنید. دیگر مبلغی نمیخواد خرج کنید. چرا این را میگم؟ از لحاظ علمی وقتی که این 4 روز بماند در یک پاکت، فرق ویروس با سایر میکروب ها این است که ویروس ها برای اینکه پهن شوند یا زندگی کنند نیاز به یک حجیره زنده دیگر دارد. و این حجیره زنده دیگر وقتی که ما این را در یک پاکت میگذاریم دیگر وجود ندارد برای ویروس، برای اینکه این ویروس یا با آب دهان خارج شده است یا با ذرات شش خارج شده است و آن در 4 روز از بین رفته است. پس با توجه به دستاوردهای علمی بعد از 5 روز یگان ویروس در آن نقابی که دستدوزی شده است منتها باید با پارچه پختگی فشرده باشد نیست. مبلغشان را نگه دارن دوستان. رنگ‌های نقاب‌ها را خوشرو کنن، از چکن‌های زیبا استفاده کنن، چون مسائل ما روانی هم داریم. بله. مسائل پسیکولوژی را هم داریم. همه شده است آبی. دیگر مردم شاید جوان‌ها خسته شدند، خفه شدند. بذار رنگ‌های زرد و سرخ و کبود هم ببینند با شکل‌های مختلف. این توصیه‌های من است برای زمستان که انشاءالله زمستان خوبی را رد کنیم و در تابستان همه با هم جشن بگیریم. تشکر زیاد، سپاس که از آن که وقت جدا کردید به برنامه ما آمدید و اطمینان داریم که بیننده های عزیز ما نیز از این گفته های شما برای خویش چیزی برداشت کردن و برای تنصیحاتی خود و جامعه تلاش خواهند کرد. و بیننده های عزیز بار دیگر یادآور میشویم که در صحبت امروزه ما حضور داشتن استاد آرش علایی، دکتر ساحه طب مقیم امریکا که صحبت ما نیز بود وابسته به پیشگیری و عامل‌های سرایت‌یابی بیماری کرونا ویروس. اینجا برنامه ما به آخر میرسد. تا برنامه دیگر خوب و خوش بمانید.